سلام دوستان، وقتتون بخیر. امیدوارم همیشه حالتون عالی باشه. امروز با متضادهای بسیار مهم و کاربردی در ترکی در خدمتتون هستم. ابتدا سابسکرایب یادتون نره. میخوایم بریم که متضادهای مهم در ترکی استانبولی رو کامل بخونیم. خب بریم که بخونیم. düzenli به معنای منظم. متضادش میشه خب متضاد منظم میشه پراکنده یا نامنظم که به ترکی میشه dağınık. dağınık میشه چی؟ dağınık یعنی نامنظم، پراکنده. خب کلمه بعدی کیبار با ادب. متضادش میشه بی ادب به ترکی استانبولی میشه کابا. پس با ادب کیبار، بی ادب کابا. خب کلمه بعدی گنت به معنای جوان. متضادش متضاد جوانم که خب پیر میشه دیگه. پیر به ترکی میشه یاشlı. یاش یعنی سن، یاشlı یعنی کسی که سنش زیاد باشه، پیر باشه، مسن باشه. یاکن یعنی نزدیک. یاکن به معنای نزدیک. متضادش میشه خب متضاد نزدیک به فارسی میشه دور. کلمه دور به زبان ترکی استانبولی میشه اوزاک. اوزاک به معنای دور. کلمه بعدیمون کلای هستش. کلای به معنای آسان. متضادش میشه خب متضاد آسانم که سخت دیگه. سخت، کلمه سخت به ترکی استانبولی میشه زور. زور به معنای سخت. önemli به معنای مهم. متضادش میشه بی اهمیت، چیزی که مهم نیست، میشه به ترکی önemsiz. önemsiz یعنی چیزی که اهمیت نداره، بی اهمیته. کلمه بعدی زنگین هستش. زنگین یعنی ثروتمند. متضادش هم که میشه فقیر دیگه. کسی که ثروتمند نیست، پول نداره، فقیره. فقیر به ترکی استانبولی میشه فاکیر. فاکیر. کلمه بعدی دولو هستش. دولو به معنای پر. متضادش هم بخوایم بگیم میگیم خالی به ترکی استانبولی میشه بوش. خب کلمه بعدی دیکاتلی به معنای با دقت. مورد بعدیش متضادش میشه دیکاتسیز یعنی چیزی که بی‌دقته یا کسی که بی‌دقته. کلمه بعدی کنشکان یعنی پرحرف. متضادش میشه بی صدا که میشه سسیز یعنی بی صدا. خب بریم سراغ صفحه بعدی. یواش به معنای آرام هستش. متضادش هم بریم بخونیم. hızlı یعنی سریع. پس متضاد آرام میشه سریع که به ترکی میشه hızlı. خب مورد بعدی ای به معنای خوب. متضادش هم ببینیم. kötü تلفظش رو دقت کنید. kötü یعنی بد. کلمه بعدی çalışkan یعنی زرنگ. متضادش هم ببینیم. خب میشه تنبل یعنی تنبل. کسی که تنبل باشه رو میگن تنبل. خب کلمه بعدی güçlü یعنی قوی. güçlü به معنای قوی. متضادش هم ببینیم. güçsüz یعنی چیزی که نیرو نداره، قوی نیست. یعنی چی؟ ضعیفه. کلمه بعدی pahalı به معنی گرون. متضادش هم ببینیم. اوجوز یعنی ارزون. چیزی که ارزون باشه رو تو ترکی استانبولی بهش میگن اوجوز. کلمه بعدی دار هستش. دار به معنی تنگ. متضادش هم میشه گنیش یعنی چیزی که تنگ نباشه، بزرگ باشه، راحت باشه. میشه چی؟ گنیش. خب کلمه بعدی سینیرلی یعنی عصبانی.
سینیرلی یعنی عصبانی. سینیرلی به معنی عصبانی. متضادش هم ببینیم. متضادش میشه ساکین. ساکین یعنی آدمی که عصبانی نیستش، آدم آرومی هستش. میشه چی؟ ساکین. کلمه بعدی گوزل هستش. گوزل به معنی زیبا هستش. متضادش چیرکین. چیرکین یعنی زشت. پس چیزی که یه کسی که خوشگل نباشه، زیبا نباشه، چیرکینه. چیرکین یعنی زشت. کلمه بعدی کرکاک. کرکاک. کرکاک به معنی ترسو. متضادش هم ببینیم. میشه جسور. جسور یعنی آدمی که جسوره، نترسه. پس کسی که خب ترسو نباشه نترس هستش دیگه، که میشه جسور، آدم جسور. خب کلمه بعدی مطلو هستش. مطلو به معنی شاد. متضادش هم میشه متسوز. متسوز. سوز اینجا نقش منفی کننده داره. متسوز یعنی ناراحت، آدمی که شاد نیست، غمگینه. پس متسوز متضاد مطلو هستش، به معنی ناراحت و غمگین. خب دوستان، وایسامون تا اینجا. حتما نکات گفته شده رو یادداشت کنید. تمام حالا چیزای مهم در رابطه با متضادهای مهم رو اینجا بهتون گفتیم. حتمی لایک و سابسکرایب یادتون نره.